به نام خداوند بخشنده مهربان، برادران و خواهران گرامی، هموطنان ارجمند، به برنامه بازشگب، برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم که خوشحال و سربلند باشید. خبری غم انگیزی که امروز داریم این است که پدری بزرگواری همکار ما استاد عبدالقیوم قیومزاد در ناحیه پنجکند از دنیا درگذشته است. خداوند جایش را جنت بکند. یادآور میشیم که استاد عبدالقیوم قیومزاد چند پیش همسری بله خوب و مبارزش را از دست داد. یک همسری که در روزهای سخت همراه استاد عبدالقیوم قیومزاد بود، ولی متاسفانه در مدت 2 هفته میبینیم که استاد عبدالقیوم قیومزاد 2 شخص بهترین را از دست می‌دهد. یک مصیبتی بزرگ به سر آن آمده است. ما از اینجا فقط تسلیت خود، همدردی خود را بیان میکنیم و دعا میکنیم که هم خواهر اپای عزیز ما، هم این پدر بزرگوار ما خداوند جایش را جنت بکند و هم استاد عبدالقیوم قیومزاد و هم خلیل فرزندی استاد قیوم قیومزاد و حتی دودجان استاد دودجان عطاالله را ما به آرای اونها صبر جمیل خواهانیم و خداوند اونها را قوت بدهد و گذشتگانشان را غریق رحمت و شایسته جنت بکند. دیگر خبری ما داریم این است که رجب بای احمدزاده شهردار خوجند گفته است که بیشتر امام خطیبان علم کافی دینی ندارند. این شهرداری ما، شهرداری خوجند، مثل همون چیزی را میموند که میگویند که به ازار پوچکن در خندیده است. بله. ولی وقتی که معاون وزیر معارف رو میبینید که چطور صحبت میکند یا که یک وزیر دیگر رو میبینید که چطور صحبت میکند، مسئولین و دیگرها را حیران میمونید که اینها از کدام سواد صحبت میکنند. یگان سیخ دوزندگی کنید چایخانه کنید اگر کلان باشد مرحمت برای همین 40 کودک 50 کودک باشن باغچه کنید ما کمک میکنیم. ما در یک مسجدی کلان شیخ مسعدین است. بسیار امام خطیبا حالی یک علم کافی دینی ندارند. من هر گونه جوانان از پشت همین حزب‌های من سلفیه 11 نفر امروز جوانان دلیل جنایتی شده که از طرف مقامات حفظی خود. این عیبی کیم، عیبی ما، عیبی شما، عیبی هممون. برای همین برهانزاده، میرکمالوف، همراه رئیسان محله ها، مقامات های حفظی کاربری کنید. خوب است که امروز همین منفعتی با خلق اگر هم جای کاری شود. من چیزی که مسجدی صاحب کردیم میگذار شود. مسجد خورده که امروز بسیار شیخ اسلام، فیض اسلام شرشره برای همش نزدیک مرحمت پنجشنبه روان همه تنبال شدگی همین چپ و راست دیده میبرن همین درست کنید تو همین کار باید. مثل اینکه همه گناه و کمبودی و پرابلم دارند و اینها از همه چیز یعنی مسلح هستند، از همه چیز اینها برخوردار هستند. ببینید شما این قضیه اصلا یک چیزی است که آخر علم کافی داشتن و نداشتن امام خطیب را شما جناب رئیس شهر با کدام علمتون تشخیص دادید؟ شما مگر علامه دهرید؟ از کجا میدونید که امام خطیبان علم ندارند؟ یکم اولا چون شما اصلا خودتون از اسلام چیزی نمیفهمید. من تعجب میکنم در این مصیبت ما همین است. یک نفر از یک مقام میشیند و اون به همه بها میدهد. همون مثل که یک نفر خوزی. بله یک نفر درباره استرونومی هم نظر میدهد، درباره اسلام هم فتوا میدهد، درباره فرما و نمیدونم کشاورزی هم نظر میدهد. همه تمام این ساحه به نظر یک نفر کار میکند و اون نفر کیست؟ بله معلوم نیست کجا خونده است، چی علم دارد و اون کی این علم را داده است از کجا آمده است تعجب نکن. و این هم مثل همون است. اینها میگویند امام خطیبان علم ندارند. و شما چقدر علم دارید؟ واقعا اینو میگم. مثلا اگر درباره یک ژورنالیست صحبت کنیم ما میدونیم که مثلا میگیم که فلان ژورنالیست خوب است. درست؟ چون نوشته هاش مشخص است، چون این است، چون علمش معلوم است، چیزهایی دارد. یا اینکه درباره اگر یک مثلا علم فیزیک صحبت کنیم یا اگر یک اختراعاتی کرد مثلا چیزی کرد معلوم میشد که خوب است.
و اون را هم ما نمیتونیم بها داده، مثلا علوم فیزیک رو، درست؟ اون هم یک زمره از عالمان می نشینند و با او جایزه میدهند برای این کار، یا اینکه از کار برکنار میکنن. یک گروهی مخصوصی همون ساحه، ولی در ما یک نفر میشیند در همه ساحه ها حکم میکند. این دیگر کدام معیار است و این دیگر کجا رفتن است نمیدونم. این رئیس شهر مثلا خودش از اسلام چی میدوند که میگوید که امام خطیب ها علم کافی ندارن؟ او امام خطیب رو شما کدام سر رفتید دیدید؟ و اگر شما بروید با امام خطیب ها هم صحبت کنید، شما از کجا میدونید که او علم دارد یا ندارد؟ شما خودتون علمی ندارید که او را امتحان کنید. شما در اون حد نیستید که واقعا میگم اینه. حتی همون امام خطیب هایی که امروز مثلا از طرف حکومت انتخاب شدن، مطمئنم از اینها برتری دارن در چیزای دینی و خی، ولی اینها نخواد که اونها را به این حد تحقیر کنند. ببین اینجا اگر یک رسانه آزاد می داشتیم ما در تاجیکستان، بیان یعنی آزادی بیان یعنی تأمین میشد در تاجیکستان، مردم خودش بها میداد که بله وزیران و رئیسان ناحیه و ولایت ها چقدر سواد دارن، سوادی کافی دنیوی بله. دنیوی دارند و امام خطیبان چقدر سواد کافی دینی دارند. من ببین دوست عزیزم، ما از امام خطیبان دفاع نمیکنیم که اونها کمبودی هستند. اونها هم کمبودی دارند در بعضی جا و اکثری شما آوردید بعضی اونها را، ولی انصافاً انسان‌های خوب دانشمند میفهمیدگی در همون سطح ناحیه قشلاق یا روستایی که هست واقعاً بهترین هستند. من نمیگم این کمبودی دارند، ولی چرا کمبودی دیگرها رو میبینید و بسیار کلان میکنید و کمبودی های خود را اصلا درباره کمبودی مثل این که یک دوستی از اردن بود، همکاری ما در دانشگاه اسلامی اسلام آباد درس میداد، اون میگفت که در اردن ما هر کاری خوبه شود میرود با تشبوسی همون شاه اردن، میگویند که این را شاه اردن. حتی میگن اگر یک سوزن یعنی ساخته شود میگن همون شاه کرد یا هر چیزی دیگه، ولی میگن هر کاری بدی میشد به دیگرها ای وزیر ای خیل اون ای خیل مردم. در تاجیکستان ما عادت شده است که همه گناه میرود، مشکلی طبیعت هست. امروز مشکل داریم در جهان، بحران مالی جهانی هست، مردم هست. مثلا در سوئد در برق همیشه مردمی بیچاره رو میگویند که این مردم اندو پول در وقتش نمیدهد. خب اکا جان این عیب من است که عیب شما مردم میخواد نمیخواد اون پول میدهد، ولی وقتی شما نظامی خوبی نکردید. دوم وقتی میگوید او همین برق ندادن مردم لیمیت از سبب پول ندادن مردم است یا اینکه فروختن شما به دیگر کشورها که بعد شکستن استلبه ها سقوط استلبه ها معلوم می شود که شما چقدر به مردم دیگر با همسایه ها چقدر برق می فروشید، یا اینکه برق تاجیک 1.5 میلیارد دلار در مدت 2-3 سال اون قرضدار است و کسی نمیپرسد که چرا اون قرضدار است. تعجب میکنی. میگویند که بیچاره فرزند زید سعید یا فرزند مثال خشتبار استاد محیدین کبیری یا دیگر و دیگرش همه اونها را میکوبند و همه کمبودی نباشد میسازند، ولی وقتی که میگیم که عمر علی بیچاره اون جسدی کودک 5 ماه میاد میگویند که کسی به ما مراجعت نکرد که جسد اون رو تشخیص کنیم، در حالی که 5 ساعت اونجا بود. و همچنین یعنی همین حادثه هایی که رخ میدهد یا که وقتی جمشید یا رفیق ها ناپدید میشوند، بله میگویند که کسی از خشتبار اونها به ما مراجعت نکرده است. باور کنید پدر و مادر این جمشید یا رفیق خاصیت یارو چنان خسته شدن که خاصیت یارو مجبور شد در فیسبوک نویسد که التماس از همه برادران خواهران که دیگر به مادر من زنگ نزنید، اون در حالت پیری هستن، اونها را اذیت و زحمت نکنید. ولی باز میگویند که و معلوم شد که اونها در کجا بودن. درست است. متاسفانه آوردیم همه خیلی. این رجبای ما، این مسئول محترم ما دارد مثل شما در بالا ششته فلان تو کمبودی داری، تو مشکل داری، بسیار خوب. این به برقی کمبودی من است یا از شما؟ این معاش نداشتن کمبودی من است از شما؟ واقعا ببینید این یک مثلا امروز شما میگوید که امام خطیبان علم دینی ندارن، درست؟ علم دینی نداشتن امام خطیبان
اقتصادی ما رو عقب برده است. 606 میلیون سومانی که از بودجه کشور دزدیده شد و این خود شما اعتراف کردید. درست؟ حکومت اعتراف کرد که 606 میلیون سومانی دزدیده شده است از بودجه. این بودجه رو کی دزدیده است؟ امام خطیبان دزدیدند؟ بودجه در دست امام خطیبان بود؟ در دست شماها بود. برای چی شما نمی روید پیدا کنید که 606 میلیون کی دزدید؟ این کشور صاحب دارد یا نه؟ اگر در یک کشور دیگر 1 میلیون سومانی دزدیده شود، 1 میلیون، همه پارلمان به پا میخیزد، دعوت میکنند، محاکمه میکنند، بودجه کشور برقرار کرده شود. درست؟ در ما 606 میلیون سومانی نابود است، دزدیده شده است، گویا هیچ چیز نشده است. باز یک قرار هم بروردن که اگر منصبدار در حالت ریشوه چی شد، به جای یک روز زندانی میشود چند؟ 200 سومان جریمه. یعنی شما برید 100,000 سومانی دزدی بکنید، ریشوه‌خواری کنید، در برایش 200 سومانی بدهید، این کار شما خلاص است. ببینید این واقعا چی را نشان می‌دهد؟ در یک کشوری فساد زده مثل تاجیکستان آیا این قانون برای چی است؟ کسانی که این قانون را صادر کردند برای خودشون کردند، چون که خودشون دزدند، خودشون فساد زده هستند، میدونند که اولاد اونها فساد زده هستند، اونها هستند که میدزدند. مردمی بیچاره از کی ریشوه میگیرند؟ مردمی کم بغل از کی ریشوه میگیرند؟ همین منصبداران هستند. به خاطر خودشون، به خاطر نزدیکای خودشون امروز آوردن این قانون را تصویب کردن که اگر رفت و فرزنداشون، مثل که در چند جا هم دیدیم فرزندای بلند منصب ها رو که به چی کارها دست دادن، فتح سعید، بله، برادرش که در نغره چقدر پول، اون حتما آزاد می شود. این قانون او را آزاد میکند و می رود، تمام شد، اون پول هم دیگر بر نمیگردد. محض به خاطر همین کارها این قانون ها میبرند و اینها دنبال امام خطیبان میروند که امام خطیبان علم کافی ندارند. بله، این رجب بای مسئول محترم ما میگوید که اگر در یک محله 2 و یا زیاده مسجد در فاصله از 50 تا 100 متر موجود باشد، با توازن محله گذرانیده آنها را به کارگاه‌های دوزندگی و چایخانه تبدیل ده. اگر کلان باشد برای 40-50 کودک باغچه بنیاد کنیدتان، ما کمک می نماییم. شما اون مسجدهایی که مردم با صد رنج عذاب ساختن، شما اون را کودکستان کنید، ما یاردمتون میکنیم که بله بله میگیم که کار خوب کرده و چند روز بعد میبینیم که اونا باز یک چیز دیگر میکنن، میفروشن. وظیفه مردم است که باغچه بسازد، وظیفه مردم است که چایخانه بنیاد کند، وظیفه شما است. حکومت شما مگر چیکار کرده است برای مردم؟ مردم از پول خودش مسجد ساخته است، شما چه حق دارید بعد مالکیت مردم دست درازی میکنید؟ این ظلم نیست؟ این غصب نیست؟ مردم هر یک چیزی که دیگر یگان چیزی مردم در امنیت نیست. مردم هر چی میسازد میبیند که هر روز به عنوان نمیدونن بهانه یک چیز دیگر میکنن، یا بهانه فلان، یا مصادرهش میکنن، یا میگیرن به چایخانه و کیمچی تبدیل میکنن. دیگر به کی باور کند این مردم؟ به کدام حکومت دار؟ به کدام قانون؟ به چی باور کند؟ تا که اینها به این شکل دوام میدهند خدا خودش میداند. بله برادران و خواهران گرامی، هموطنان ارجمند، این بود برنامه بازشگب. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصر شما باشد.